راسته پرسر و صدای آهنگری در نزد بازار کلاب به راسته کاسبان جوان تبدیل شده است. هرچند آهنگری را کسب مردمی کلانسال می شمارند، اما سالهای اخیر جوانان در کلاب به این کار مشغولند. به اسباب و اشیایی که آنها می سازند در همه خانواده ها احتیاج وجود دارد. این کسب پدرم و مگه بابام و مگه نوه چیه ده میراث بودیم پشتی باباگیمان در این راسته اکثریت مثل عبدالغفار جوانند و بزرگترینشان تا 40 سال دارد. خورشید از جوانترین آهنگران این راسته است و میگوید که از 14 سالگی در اینجا شاگرد بود و از کسب انتخاب کردهش پشیمان نیست. از کسب خودم ندارم. از زندگی از نیازبی میرزایو ساکن 80 ساله کلاب یکی از مشتریان دائمی آهنگران این راسته است و میگوید که از کار و مناسبت کاسبان اینجا بسیار راضی است. ساتیل میارم، قربایی میارم، ساتیل میارم، کسر کردم، چیزی میارم، ساز میکنم آدم میتونم بیره رحمت. نمیگم مرا 10 سومتی، 15 سومتی، 3 سومتی بتونم میگیره و 5 سومتی میگیره و 10 سومتی بتونم میگه فرق نداره. میگم مرا دعای مادر بسه. نیازبی میرزایو ستیل و چاینیک های سوراخ شدهش را می آورد تا آهنگران تعمیر کنند، زیرا ستیل های پلاستیکی چینی که خریده است دیر نپاییدند. کاسبان جوانی راسته آهنگران کلاب هم میگویند زود شکستن و غیر قابل استفاده شدن مالهای چینی سبب شده است که احتیاج به محصول دستی آنها بیشتر شود.